سلام، خوش آمدید. من امیگ ایمر هستم. اومدم با یک ویدیو دیگه از ماینکرافت پارت 2. بریم سراغ ویدیو. Let's go. اومدم داخل بازی. بریم سراغ مپمون. که ویدیو پارت اولشو پریشب گرفتم براتون و گذاشتم داخل یوتیوب. خب دقیقا اینجا بازی رو استاپ زدیم و اومدیم بیرون و الان میریم دوباره سراغ ادامه بازی. Let's go. به به. این ورم که ویلج بود. خب یکم چوب جمع کنیم. عالی. از همینجا استوب بزنم. یکم دسته ها رو بزرگتر کنم. بهتر شد. اینو خودم راحت تر اینجور بازی میکنم. خب بریم ببینیم اینجا چقدر ویلیجر داره. چجوری داستانش، یعنی چه لگی برام میزنه. صدای شرشره آب. چندش. به به امرالد. یک دونه 10 تا نون و اینا دیگه بقیش لازم نداریم. خب اینجا چی داره؟ اینجا که رفتیم فکر کنم. برو بالا. خب اینجا که هیچی نداره. چقدر عالی. جدی میگم ویلیج بزرگه. فقط تخت. بیاد قسمت پارت 1. خدا بس دیگه. گوسم کشیم. مرد. چی میگی؟ درت کجا ده سرویس؟ اینجا چی میخری؟ 6 تا عالیه ولی با گاف داری داشته باشم. خب هد که داشت بحثیم. اسلپ اگه درست گفته باشم اسمشو. خب تو خونه خود نه صندوق داره. خب به انم پشمام. بازم نون. نام خوب به مزرعه. یک هفته تونه که من اینو مرتب کنم. نم چقدر زیاد. واو. داره شب میشه. بریم خدا حافظ. خونه. با باگ دارم زندگی میکنم. خب به انم اینا همه رو درست میکنم. برنامه ها دارم. میفهمی؟ برنامه ها. خوابیم. و شب سوم. نمیدونم هر چی دارم میشمارم ولی شب سوم. سلام عمو جون. کفشم پام کنم. گوشت پخته شده من داشتم ولی ایدم کنم. خب یک هدف دیگه اینو جمع کنیم از اینجا. بعد
بریم وسایل آماده کنیم. یک کرافتینگ تیبل میسازیم. حوصله داری؟ چوب، این از کرافتینگ تیبل. همینجا کارش میذاریم. اینم از کلنگ دارم و جورش کمه. این بدی، اینه که بدی. گلد، واو، دوت، نه یک. چسترم که نگاه کنیم ولی خوبه. برای چی اینا اینجا من نمیدونم، هنوزم برام سواله. با مزه. شون میکنه. اونم هسته نیستش میکنیم. اینو بازی یه جای دیگه هم به کار میان، مطمئنم. شک. اینم که جمع کنیم و این ور هنوز هست که کفش هم هست. پشمام، فکر کنم اون زیر قهره. دیدمان شد. چرا از روی اینا میرم؟ کلا همه بوده.
صدای زامبی میاد. خب هنوز این تهش مونده. چرا اومدم تو؟ تهش مونده. تهش مونده زامبی. بیجلو بچه جرأت نداری. شب جرأت داری بیایی ولی الان جرأتشو نداری. خب بریم تموم تختای ویلیجات الان نکنیم. یه مکان آماده کنم براشون. چوبارو که نذاشت اینجاش هست. 42 تا چوب. این مکان هندوونه مفتکی. یه جای خوب برشون دست بال کنه. اینجا چیز قشنگی میشه. پشمام چی میبینم؟ عالیه. اول خواب بعد چک. نیست. چه باگی. بریم ببینیم اونجا چی دیدیم. چیز بایم بزرگی آجی. تموش ببرد خیلی تأثیر گذار بود. خیلی بزرگ. پشمام. ولی کاکتوس هم داری. خب به انم. حرفم پس گرفت. حرفم جدی پس گرفت. جدی. پشمام یا خونن. ساحل جالبیه. حتما اینجا یه خونه میسازم که ویوش فقط همین باشه. یک ویو گنگ به من میده. اوف. همینجا شکل کنار میذاریم 16 تا. خیلی سالی گنگه. من با این ساحل 1000 تا کار دارم. امشب نمیدونم چقدر باگ داره ماینکرافت برام نمیدونم. 2-3 بار اومدم ضبط کنم خراب شده هنگ میکرد.
اصلا نگم براتون. الان که میبینین که وسط بازی لگ داره. هندوانه بزنیم بر بدن جان. پره. ولی حداقل هندوانه داریم. بله حداقل میدونیم که هندوانه داریم. خب این بولم جای جالبیه نه؟ آره بله من با یه دیگه خیلی حال میکنم. خب پایشو من میزنم، بقیش تو کامنت ها بگین چی کار بکنیم. فکر کنم چیز جالبیشه. خب ویدیو رو همینجا تموم میکنیم. واسه اول بریم داخل خونه، رو بریم پایین. بعد این گلد و اینا همه رو میکنیم، یه چیز خوشی اینجا بهشی میکنیم. نقشه ها دارم ولی بگید تو کامنت ها بگیم خب اون اتاق ویلیجر رو چجوری درست کنم. فکر کنم چیز جالبی بشه. امیدوارم بگین دیگه. چه ستم زدیم. همینجا ویدیو رو تموم.